دنیایی که هر انتخابی میتونه سرنوشت ما رو تغییر بده، آیا شما آماده هستید که با شخصیت‌های فیلم مبارزه یا پرواز همراه باشید؟ توی این بررسی به کشمکش‌های درونی و بیرونی اونها میپردازیم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. سلام، به کانال من خوش اومدید. اینجا جاییه که میتونید با جدیدترین فیلم ها آشنا بشید و نقد و بررسی های جذابی رو ببینید. برای دستیابی به محتواهای بیشتر حتما کانال رو سابسکرایب کنید و این زنگوله رو بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوها رو از دست ندید. فیلم مبارزه یا پرواز یه فیلم اکشن سرگرم کننده و پر از هیجانه که با بازی خوب هارتنت و داستان جذابش میتونه تماشاگرها رو به خودش جلب کنه. اگرچه برخی نواقص در دیالوگ‌ها و استفاده از تکنیک‌های فیلمبرداری وجود داره، اما این فیلم به خوبی میتونه حس نوستالژیک فیلم‌های دهه 90 رو به بیننده القا کنه. اگر به دنبال یک فیلم اکشن با ترکیبی از تنش و سرگرمی هستید، فیلم مبارزه یا پرواز گزینه خوبی برای تماشاست. داستان فیلم حول یک پرواز از بانکوک به سان فرانسیسکو میچرخه، جایی که هارتنت به عنوان یک مأمور سابق به دنبال هدفیه که هیچ اطلاعی از هویت اون نداره. اما ماجرا زمانی پیچیده تر میشه که متوجه میشه چند تا مزدور در هواپیما در حال برنامه ریزی برای کشتن اون هدف هستن. این ترکیب تنش و تعلیق فیلم رو به یک تجربه هیجان انگیز تبدیل میکنه. هارتنت توی این فیلم به خوبی تونسته از ویژگی‌های خودش به عنوان یک بازیگر استفاده کنه. اون به عنوان یک پدر آروم و در عین حال یک قاتل حرفه‌ای جذابیت خاصی رو داره که بیننده رو به خودش جذب میکنه. شخصیت‌های دیگه به ویژه مزدوران دارای ویژگی‌های اغراق‌آمیز و الهام گرفته از داستان‌های کمیک هستند که به جذابیت فیلم افزایش میده. کارگردان در اجرای صحنه‌های اکشن و تعلیق به خوبی عمل کرده. اگرچه استفاده از تکنیک‌های دوربین لرزان در برخی صحنه‌ها ممکنه که برای بعضی بیننده‌ها آزاردهنده باشه. این تکنیک برای افزایش حس هیجان و آدرنالین به کار میره، اما ممکنه وضوح صحنه رو هم تحت تاثیر قرار بده. فیلم به وضوح تحت تاثیر فیلم‌های اکشن دهه 90 قرار داره. اگرچه بعضی از عناصر اون ممکنه به نظر تکراری بیان، اما فیلم به خوبی میدونه که از کجا الهام گرفته و این رو با خودآگاهی در داستان فضاسازی نشون میده. ترکیب فضاهای مختلف توی هواپیما و فعالیت مزدوران حس تنش رو به خوبی منتقل میکنه. در نهایت هم فیلم مبارزه یا پرواز یه فیلم اکشن سرگرم کننده و پر از هیجانه که با بازی خوب هارتنت و داستان جذابش میتونه تماشاگران رو به خوبی جلب کنه. اگر به دنبال یک فیلم اکشن با ترکیبی از تنش و سرگرمی هستید، فیلم مبارزه یا پرواز گزینه خوبی برای تماشا هست. امیدوارم که این فیلم رو ببینید و لذت ببرید. ممنون که توی این ویدیو با من همراه بودید. تا فیلم بعدی، خدا حافظ.